вақтҳои охир аз бегонапарастӣ зиёд ҳарф мезанад. нишонаҳои бегонапарастиро дар паҳлӯҳои гуногуни зиндагӣ метавон ба осонӣ мушоҳида кард. дар либоспӯшӣ, муомиlavу гуфтор, тӯю маросим ва ҳатто интихобу истеъмоли ғизо. ҷомеашиносон мегӯянд бегонапарастӣ ба як масъалаи доғ табдил ёфта метавонад ба фарҳанг ва арзишҳои миллӣ хатари ҷиддӣ эҷод кунад. онҳо як омили аслии ворид ва ҷоришавии фарҳанги бегонаро ба раванди ҷаҳонишавӣ марбут медонанд. мегӯянд дар марҳилаи ҷаҳонишавӣ арзишҳо ба ҳам омезиш меёбанд. чунин раванд фақат ба кишвари мо рабт надорад, аз таҳоҷуми фарҳангӣ кулли сайёра бархӯрдор аст. дар ҳақиқат дар қарни 21 умр ба сар мебарем як раванди ҷаҳонишавӣ тамоми сайёраро фаро гирифтааст ва албатта вай ҳам ба мардуми шарифи тоҷик бетаъсир намондааст, бенуфуз намондааст ва омилҳои зиёде доранд аз нигоҳи муҳаққиқони муосир ки насли имрӯз ба ҳамин фарҳанги бегона дониставу надониста ворид мегардад. یک زمانی شده است که زمانی جهانی شوی هم فرهنگی هم معنوی هم مادی این تنها برای دولت ما یا ملت ما خاص نیست. در تمام فرهنگ های جهانی همون گونه تهاجم فرهنگ بیگانه احساس می شود. این یک روند عمومی جهانی شاید باشد. خواه نخواه گوناگون اندیشی، گوناگونی در حیات مادی و معنوی ما هست، در بنی بشر این بود و میماند، ولی امروز همین تهاجم فرهنگی به سرعت پیش رفته است. وقتی که روند جهانی سر می شود، در روند گلوبالیزاسیون بسیار چیز برای همین مردم مشترک می شود. یعنی این معنای آن را دارد که جهانی شوی غیر از آنی که مثلا جهت‌های مثبت دارد با فرهنگ ملی تأثیر منفی هم میرساند و همین تأثیر منفی رساندنش عاقبت میبرد به ویران شدن مفکوره ملی که از این چیز مثلا احتیاط شدن در کار است و این چیز رو پیشگیری کردن در کار است. маънии бегонапарастӣ содда ва ба ҳама фаҳмост. дар фарҳанг бегонапарастӣ парастиши бегонагон ё бегонасолорӣ шарҳ ёфтааст. ба ин мафҳуму зуҳурот чизи нав набуда аз қадим маълум аст. муаррихону фарҳангшиносон мегӯянд табодул ва таҳоҷуми фарҳангӣ таърихи кӯҳан дорад. онҳо ба замони истилогарии искандари мақдунӣ ишора мекунанд ки дар баробари забти қаламравҳо фарҳанги онҳоро низ аз байн мебурд. чунин ҳуҷуму истилогариро дар таърих миллати тоҷик борҳо аз сар гузаронида арзишҳои фарҳангии хешро пос доштааст. инро таърихшиносону олимони дунё эътироф карданд. درست است که مثلا از زمان الینیزم یا اینکه از دوره هجوم اسکندری مقدونی در جهان پهن شد، لیکن آن هم یک پدیده بود که بعد از وفات اسکندر کمی مثلا 100 سال 150 سال آن باقی ماند و باز حل شده رفت. یعنی آن چیزی که اصلا داشتیم باز همون برقرار شد. اگر تاریخ ملت ما ببینید همین خیلی مثلا مرغ سمندر یک بار مثلا میسوزد از بین میرود و باز از سر نو احیا میشود. یعنی همین چیز هست. فرهنگ ما هم همین خیلی است. خب بعد از حمله مثلا یونانی ها یا اینکه بعد از حمله عرب ها خب اسلام را قبول کردیم، لیکن همون اسلامی که قبول کردیم در دایره زبان عربی قبول نکردیم. زبان عربی زبان قرآن بود ماند، لیکن فقه ما تفسیر شناسی ما الهیات ما به زبان تاجیکی کردیم. یعنی ما بسیار کشورهایی بودند که مثلا بعد از حمله عرب زبانشان عربی شد، لیکن عموما مردم ایرانی نژاد، مردم مثلا امروز تاجیکستان، افغانستان یا اینکه ایران همین فرهنگ خودشان نگاه داشتن، فرهنگی که داشتیم نگاه داشته آمدن. یا اینکه بعد از حمله مغول هم مغول ها مثلا نتوانستند که زبان خودشان جاری کنند، سیاست خودشان جاری کردند، خب اندوستانشان جاری کردند، ظلمشان جاری کردند، لیکن نتوانستند که همین زبان از بین برند. گرچند که مثلا صدها شاعرای ما کشتند و دیگر از بین بردند، کتاب‌های محو کردند، لیکن فرهنگ و عاقبت همین مغول‌های بینیم تحت تاثیر فرهنگ تاجیکی ماندند یا اینکه فرهنگ ایرانی ماندند. برای چی؟ دین قبول کردند، برای اون که مثلا پیشرفت باشند زبان قبول کردند، برای دولتداری زبان تاجیکی قبول کردند. یعنی این معنای آن را دارد که فرهنگ ما بزرگ است
غایه‌های ما پابرجا است، اما امروز به چی؟ امروز با آمدگینده خودشناسی، حافظی، تاریخی جوانای ما کاسته شد. غیر از جوانهای ما یک پدیده هست که در بین کلانسالان مخصوصا در بین زنها این تعصب. اصلا تبادل فرهنگی یک پدیده جایز برای گسترش فرهنگ می باشد که مدنیت و تمدن تمام کشور و ملت ها از آن برخوردار است. تبادل فرهنگ ها اصلا مفهوم علمی است و نه تنها در شرایط امروز و حتی در زمانهای قدیم الایام که مثلا این گونه وسایل اخبار با اینقدر شبکه هایی که در مدت خیلی کوتاه رشد یافتند موجود نبود. تبادل فرهنگ ها توسط خود شرکت انسان ها میگذشت. اون چیزی که بهینه که در دیگر دولت ها بود، دولت ما علم دوستدار از قدیم الایام مردمان فارس تاجیک علم دوست هستند، حرکت میکردن اون را آموزن، حرکت میکردن اون را ترجمه کنن، رشد دهن، نمود دهن. یا برعکس اون در تاریخ فرهنگی ما بسیار است. مکالمه فرهنگ ها هست که این چیز از ازل بود. مثلا ما بسیار فرهنگ اروپایی هنوز در ابتدای عصر 20 قبول کردیم، بهترینش قبول کردیم، ولی امروز هم بهترینش قبول میکنیم، ولی در برابر این بعضی عنصرهای بیگانه وارد می شود که اصلا خاص ما نیست. اما تهاجم اجباراً تاثیر رسانی به فرهنگ یک ملت ظهوراتی نامطلوب و خطرناک محسوب می شود، مخصوصاً در شرایط جهانی شوی و برخورد تمدن ها وارد شوی فرهنگ بیگانه اوج تازه کسب کرده است. بیگانه پرستی از غذا آغاز می شود، بعد به لباس می گذرد، بعد به طرز عمل. همین طرز عمل کردن خودشان آمریکایی حس میکنند، خب نمودی ظاهرشان انگلیسی میکنند و همین طور علاقه میبرند که همین تعصب مناسبت بیشعورانه به فرهنگ است. مهمیت و جدی بودن مسئله را تحقیقات‌های گسترده و اثرهای بیشماری علمی عالمان معاصر جهان عاید به این موضوع بازگو میکند. به نگاشته آنها در شرایط کنونی رقابت ابرقدرت‌ها در اساس برخورد تمدن‌ها صورت میگیرد. چنانچه ناظم نوروف عالم تاجیک در رساله خود قید میکند: این است که ما در وضعیت خیلی حساس سیاسی و مفکوروی قرار داریم. مهمتر از این، قدرت و بازینگران سیاست جهانی میخواهند جامعه جهانی به ویژه شرق مسلمانی را در قالب باور و اطلاعات دروغین قرار داده، به این وسیله آنها را در حالت بیماری مزمن دور و دراز ناآگاهی، جهالت، تعصب، خرافات، پیچیدگی، نافهمی، در هم برهمی، بیگانه سالاری، دروغ بافی و خرافات پرستی نگه دارند. محققان معاصر یکی از سبب‌های به همین روند وارد شدن جوانان امروزه رو قبل از همه در وسایل اخباری عامه، در اینترنت، در شبکه‌های اجتماعی می‌بینند. امروز اگر نظر افکنیم، جوانان و نورسان وقتی که ترانه‌ها رو گوش میکنن، فیلم‌ها رو میبینن و اینقدر یعنی پیامک‌های زیادی رو از چند طرف توسط تلفن موبیلی، توسط اینترنت، توسط دیگر سامانه‌های اجتماعی که به یگان چی مانع در دست دارن، آنها حرکت میکنند که به وی شامل شوند. چرا مهم است این است که ما گوییم که چرا اینجا محققان هم باز بر آن عقیده هستند که به اون خاطر آنها میخواهند با ترانه‌های اروپایی، با ترانه‌های مثلا خارج کشور یا با فیلم‌های خارج کشور یا با قهرمان‌های خارجی از ملت تاجیک فخر نمایند و هماهنگ شوند، به اون خاطر که قبل از همه آنها کی بودن خود را، یعنی این را در مثلا علم معاصر خودشناسی و خودآگاهی و خویشتن شناسی میگن، آنها بعضا برخی از جوانها، حتی بسیاری از جوانها از همین چیز محروم موندن. آنها قریب که آگاه نیستند، از این لحاظ اون چیزی که آنها میبینن این رو برداشت میکنن. راه پیشگیریش چی است؟ راه پیشگیریش خوب یکم خودشناسی ملی داشتن. خودشناسی ملی کی پیدا میشود؟ خودشناسی ملی همه وقت پیدا میشود که مردم خوانند، آموزند و دانند.
و انا همین خواندن و دانستن و آموختن در ما کم است. баргузории фестивал ва озмуни атласу адрас дар тоҷикистон ба ҳукми анъана даромадааст. ҳадафи аслии ин чорабинӣ тарғиби либоси миллӣ ва ҳифзи арзишҳои фарҳангӣ ба ҳисоб меравад, чун либос ҳам ҷузъи муҳими фарҳанг аст. ахиран чакан ва атласи миллии тоҷикон ба фиҳристи ёдгориҳои беназири ЮНЕСКО ворид гардид. ин талошу ташаббусҳои ҳукумат ба хотири ҳифзи арзишҳои ниёкон аст. зеро дар раванди ҷаҳонишавӣ ва бархӯрди тамаддунҳо зуҳуроти бегонапарастӣ миёни аҳолӣ авҷ гирифта, таъсири фарҳанги бегона дар тарзи либоспӯшӣ низ ба хубӣ мушоҳида мешавад. либоси бегона имрӯз хеле густариш ёфтааст, чӣ либоси ғарбӣ, чӣ либоси шарқӣ. ва имрӯз беҳуда давлати мо кӯшиш намекунад ки бештар ба либоси миллӣ эътибор диҳанд ва این نکته در چاره‌بینی‌های گوناگون اظهار کنند. مثلا ایت‌های لباس ملی یا ادرس و اطلس و مثل این چیزهایی که اینها همش به جای نیست. اینها یک جواب به آن تهاجم فرهنگی است. вақтҳои охир тамоюли бегонапарастӣ ва ба фарҳанги бегона майл намудани занону духтарони кишвар, ташвиқи либосҳои бегона дар баъзе шаҳру ноҳияҳои мамлакат низ ба як раванди ташвишовар табдил ёфтааст. бегонапарастӣ ва тақлидкорӣ дар либоси миллӣ дар байни занону духтарон метавонад ба устувории рукнҳои фарҳанги миллӣ таъсири манфӣ расонад. агар идея ба хотири тақлид ба ин тарзи либоспӯшӣ завқ пайдо карда бошанд, баъзеҳо бо мақсади таблиғи ақидаҳои таҳмилӣ ин либосро миёни занону духтарони мо паҳн карда мехоҳанд дар кишвар боз як ҷараёни нави ифротиро ҷорӣ намоянд. مثلا عادی ترین چیز تقلید کردن به لباسپوشی دیگر ملت ها. اینا میبینی که مثلا حبیب نورمگامدov مثلا غالب آمد او را دوست داشتند مردم، علاقه در بین جوانان همین به سر پوشیدنی تلپکی چچنی رسم شدن پوشیده میگردند. یعنی این یک پدیده است که قهرمانان میبینند با اون پیروی میکنند. این یک پدیده است که یک وقتی معین به ظهور میکند، لیکن مثلا علاقه کم کم به بیگانه‌پرستی دیگر اساس میگذارد. ниҳоят дар кишвар барои тарзи либоспӯшӣ дастурамали таҳия ва амалӣ шуда истодааст. қабл аз ин дар мактабҳо либоси ягонаи мактабӣ ҷорӣ карда буданд ва ин тадбир дар роҳи пешгирии паҳншавии фарҳанги бегона муассир гардид. зеро вақтҳои охир дар гоҳи мактаб ба сабқатгоҳи сару либос ки зеботар мепӯшад ва таблиғгари муди ғарб табдил ёфта буд. волидон ҳам аз ташаббуси ҷорӣ шудани либоси ягонаи мактабӣ истиқбол карданд, зеро аксари калонсолон худ либосҳои духти ғарбиро хуш надоранд ва маҷбур бо замона созиш мекунанд. дар ин маврид коршиносон мегӯянд воридшавии фарҳанги бегона дар либоспӯшӣ омилҳои гуногун дорад. решаи асосӣ дар таассубу худнамоӣ зоҳир мешавад. қишри ҷомеаи мо таассубпазир аст. یعنی آن چیزی که در کشورهای همسایه ببیند یا حتی در همسایه خودش یا در یک ناحیه دیگر یا در مرکز میبیند، کوشش میکند که همون را وارد کند. آنها این را همچون یک نوگانی در زندگی خودشان میدانند، ولی از عاقبتش اندیشه نمیکنند. این یک چیزی است که اول یک نفر میبرد، نفر دوم تکرار میکند و عمومی میشود. مثلا یک مدت در یک کشور می رود، زندگی می کند و همان جا را عرف و عادتش را گرفته می آید. مثلا همین کسی به انگلیس می رود، به همان مکان ایرلندی می رود و در همان جا مثلا دامن‌های کوتاه می پوشند مردها، همان پوشیده می آید، گرفته میاد و گمان میکند که با این راه او به همین کشور سفر کردنش را نشان میدهد، لیکن در اصل وی فرهنگ خودش فروخته ایستاده است. یعنی وی مقصد وی دیگر است که من دانید بینید که مثلا من در فلان جا بودم، لیکن دیگر نفرها وی را همچون یک پدیده موت خیال میکنند که این تاثیرش منفی است.
اکنون این شخص در برابر انامون از بر کردن فرهنگ دیگر دولت، عرف و عادت و عنعنه و علم دیگر دولت، او باید که انامون فرهنگ مادر خش رو، زبان مادر خش رو، لباس مادر خش رو باید فراموش نکند. ولی البته این به گفتن آسان است، ولی که انسان در دیگر محیط می شود خواه نخواه او و چی می شود به همین چیز یعنی که عادت میکند. این یکم پیش از همه سرحدهای بسیار باز که مردم رو و آم میکنن، خواه نخواه وقتی که به جای دیگر رفتن میخواهند یک چیزی نوی بیارن. البته در برابر چیزهای نوی که مقبول و پسندیده است، خواه نخواه از بس که مردم گوناگون اندیشه و گوناگون فکر و گوناگون نیت به خارج کشور می رود، آنها وابسته به مرام و مقصدهای خودشان، اندیشه خودشان، تفکر خودشان با خود فرهنگ می بیارند که البته بعضی آن از جانب جامعه خیلی به تیزی قبول می شود. ниҳоят як таҳлили сотсиологӣ ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ дард шуд маълум кард, қисми асосии бонувон аз тақлидкорӣ либоси ғайримиллӣ ба бар мекунанд. мувофиқи ин тадқиқот 34.8% аз рӯи тақлидкорӣ, 6.3% бинобар муд шудан ва 5.1% ба хотири бароҳат ҳис кардани худ либоси ғайримиллӣ ба бар менамоянд. инҷо либоси ғайримиллӣ гуфта танҳо сатру ҳиҷоб ва дигар либосҳои мазҳабӣ дар назар дошта намешавад. масъала аз ин фаротар аст. 10 солаи охир пӯшидани либосҳои нимӯрёни аврупоӣ низ ба муд даромадааст. тағйир додани либосро масалан ислоҳ кардан мумкин. не ҳамон либоса кашида партофта дигараша пӯшондан мумкин, лекин аз ин бадтараш аст. аз ин бадтараш аст ки ба тафаккур, ба مثلا زبان تاثیر میرساند. امروز متاسفانه ما همین چیزا مشاهده کرده ایم که کودک‌های هستند که خودشان علاقه و در محیط در باغچه روسی تشکل یافتند، در تماشای فیلم‌های تصویری. من میگویم پرسند اگر من روس میگویند آموزند این چیز مثلا ضررناک نیست، لیکن ضررش در اون است که اندیشی و علاقه اندیشی تاجیکی نمیشود، اندیشی و اندیشی ملی نمیشود که این چیز ضررناک است. موضوع واریدشوی فرهنگ بیگانه تنها در طرز لباس پوشی محدود نمیشود، بلکه در پهلوهای گوناگون زندگی جامعه نوعیان ظهور یافته ایستاده است. ظهورات بیگانه پرستی چی در گفتار و عمل و حتی غذایی که همه روزه استعمال میکنیم مشاهده میشود. بسیاری از خانواده ها طعامهای اجدادی ملی را به گوشی فراموشی سپاریده میل به خوراک های خارجی کردند. دکان‌های زیادی خورش و خوراک‌های زود تیار در قدی کوچه و خیابان‌ها بازگوی افزودن طلبات جامعه به این نوع خوردنی هاست. عادی‌ترین چیز مثلا همین چای تلخ بلند سیاه خوردن در فرهنگ ما نبود. در فرهنگ تاجیکان مثلا نوشیدن قهوه از حد زیاد هم نبود. یعنی فیلمی ترکی پیدا شد، علاقه در همه میخواد بسیار مردم به تاثیر کرد. از تماشای فیلم های ترکی در فنجان های خرد چای سیاهی بلند دم کرده می نوشند. علاقه این خود به خود به ذهن علاقه تاثیر کرد که مردم ما این چیز یا اینکه مثلا یخی زیاده استعمال کردن در حیات ما علاقه تاثیر کرد. خوب یخی زیاده می نوشد با مثلا یک نوشاکی و سلامتیش به هم ضرر دارد، لیکن همین چیز علاقه در تفکرش جای شده است. در یخدان یخ میماند، دیگر چیزها. مثلا همین سوشی یا رولی که در ژاپن استحصال شده است، همین خوراک تاریخش از نوعلاجی از ماهی مثلا خام آنها تیار میکردند میخوردند و در شرایط تنگ. همین را آنها تیار کردند که علاقه و جهانی شده است. و امروز بچهای ما بگویی که اگر یک قلمه خور، یک چالپک خور، نه علاقه آنها از خودشان از چیزی خودم نفرت دارند، لیکن همون سوشی رولیه با نرخ گران میگیرند میخورند استعمال میکنند که همون از ماهی خام و از برنج میشود. یعنی این خیلی مثال ها خیلی فراوان است. مثلا خودداگ و گامبورگر و دیگر چیزهایی است که از دیگر جا آمد، لیکن آن چیزی که برای خود ما فایده آور است اون را استعمال نمیکنند، لیکن روی میارند به
خوراک دیگر میلاد. افراد آگاه از فرهنگ و تاریخ این و دیگر عامل‌های بیگانه پرستی ایده از جامعه را به پس بودن خودشناسی و خودآگاهی ملی ربط می‌دهند. نقطه کلیدی در نسل جامعه هست. پدر و مادران بعد از آن مثلا همین مؤسسه‌های تعلیمی و دیگر ما قبل از همه خود باید آگاه از فرهنگی پرغناوت و فرهنگی که انگشت حیرت میگذیم به اون چیزی که نیاکان ما داشتن. همین رو ما باید به جوانان همیشه در همه حالت باید تلقین نماییم. در برابر اون سبکی هایی که از فرهنگ ها برداشت کردن لباس را و یا دیگر چیزها را، آخر آنها باید که برابر اون باید از غناوت و نکهت و عشق و محبت و علمی که گذشتگان ما داشتند و در حقیقت انگشت میگذد انسان اینقدر و والا و بالا مقام است، باید آگاهی داشته باشیم. اینجا نقطه کلیدی باز هم به همین نسلی کلانسال میرسد که ما اونها رو و چی تلقین میکنیم و راه نشان میدهیم. ظهورات فرهنگ بیگانه در توی و معرکه ها نیز مشاهده می شود. یک نگاهی به توی و مراسم های سالهای 80 و 90 کافی است قیاس کنیم که امروز مردم به دسترخوان آرایی چقدر اعتبار می دهند. با عملی گردیدن قانون مخصوص توی و معرکه ها خیلی به تنظیم در آمدند، اما چنین به نظر می رسد که امروز در دسترخوان آرایی جهازانیدن خانه داماد با مبل و دیگر لوازمات با یکدیگر گویا سبقت می کنند. جامعه شناسان می گویند این عنعنه های نو 10 سال اخیر با تقلید و پیروی به کشورهای همسایه به وجود آمده همه روزه به خود شکوه و شهامت نو کسب می کنند. ببینید تعصب است. امروز روی خانه توی ما چی‌هایی نیست، چه میوه‌های تروپیکی و چه در بعضی حالت‌ها همه اون اسراف است. مردم به چینی خودشان استعمال میکنند، یعنی تمام دسترخوان رو استفاده کرده نمیشود. خواه نخواه اونا همشون چی میشوند؟ نابود میشوند که این صرف اضافگی است که اینا هم یک تعصب است که خواه نخواه با زندگی جامعه ما تاثیر خودشان را می‌دارند. در جاری شوی فرهنگ بیگانه سلسله فیلم‌های خارجی و شبکه‌های اجتماعی نقش دارند. در شبکه‌های اینترنت می‌بینیم که مثلا می‌بینند یک چیز می‌بینند استفاده می‌برند، گمان می‌کنند که همین چیزی بهتر است. یک پدیده بد هست، در ما یک پدیده بد هست، در بین مردم ما همین خیلی اندیشه بد هست. گمان میکند که آن چیزی که از بیگانه آمد اگر همون را استفاده برند گویا که وهای را زمانوی نشان میدهد، حالا که در جامعه های متمدن اینطور نیست. اول چیزی خودشان میگیرند یا اینکه فرهنگ خودشان میگیرند. تاجیکستان سیاستی درهای باز را پیش گرفته است. امروز رو به دلخواه مملکت دنیا بدون هیچ مشکل امکان پذیر است. در برابر این در شرایط جهانی امروزه مهاجرت مهنتی یک روند معمولی حساب می‌یابد. مشاهده‌کاران میگویند بسیار افرادی را دچار می‌شویم که یک مدت در خارج زیسته بعد بازگشت با خود فرهنگ بیگانه را می‌آورند. این را نه تنها در لباس پوشی بلکه از طرز عمل و رفتار و سخنرانیشان پی بردن ممکن است. بدی کار در آن است که یک طایفه در خود فرهنگی بیگانه کسب کرده نسبت به فرهنگی ملی خود به احترامانه نظر و مناسبت میکنند. مثلا ما خیلی زیاد شهروندان تاجیکستان داریم که در روسیه، در چین و در اروپا و امریکا زندگی میکنند. خواه نخواه وقتی که اونها زندگی کردن حتما اون فرهنگ به اینجا انتقال میدهند. حتی آنها در شین و خیزشان، در گفتارشان، در زبانشان، در استفاده کلمه ها هم همین نکته احساس می شود. مثلا تا دیروز ما مثلا کلمه اوکی قریب که نبود، ما بله، خوب، آره همین را استفاده میکردیم. امروز خرد و کلان اوکی. سالهای آخر میان جوانان و نورسان روزی عاشقان، ایدی با نام هالوین و غیره خیلی معمول گردیدند. چند سال قبل حتی کارتا به جای رسیده بود که در بعضی مکتب و باغچه ها و مناسبت این جشن های بیگانه چاره‌بینی ها تشکیل میکردند. جامعه شناسان میگویند
خوشبختانه امروز این عملی بیگانه پرستی پیشگیری شده ایستاده است. با جای آنها اکنون در مؤسسه ها جشن های اجدادی نوروز، تیرگان، مهرگان و سده را تجلیل میکنند. اصلا احیای دوباره این جشن های اجدادی رو آوردن به تاریخ نیاکان و بیدار نمودن خودآگاهی ملی است. این جشن ها مضمون و غایه نکو و مشخص دارند که از تاریخ طولانی منشأ گرفته انسان را به خودشناسی می آورند. برای همین هم حفظ و گرامی داشتی فرهنگ ملی مهم دانسته می شود. باز یک مشکلی دیگر ما هست که ما به فرزندان به جوانان همین عنصرهای نیک فرهنگی خودمان فهمانده داده نتوانستیم. در بین جوانان بسیار نفرها هستند که مثلا میخواهند همین فهمند، اما ما نفران اینا رو نداریم که در وقتش در یک جامعه در یک محیط به جوانان فهماند که چی است و چیز معنا دارد. یعنی فنومن فرهنگی خودمان را، مضمونش را، محتوایش را، این فلسفی فرهنگ خودمان را به جوانان ما داده نتوانسته ایستادیم که در این سمت کار باید کرد و کار زیاد هم باید کرد. امروز برای وارد و جاری شوی فرهنگی بیگانه که به روند جهانی شوی مربوط دانسته می شود واسطه ها بسیارند. رشدی با سرعت تکنولوژی و واسطه های معاصر اطلاعاتی در ترغیب فرهنگ غیر نقش کلیدی دارند. از یک طرف کشورهای ابرقدرت همیشه میکوشند که فرهنگ خویش را پهن و جاری نمایند. از جانب دیگر امکانیت‌های قلعه اطلاعاتی از جمله شبکه‌های اجتماعی اینترنتی را گروه‌های منفعت‌خواه به میدان گسترده تبلیغ تبدیل دادند و جامعه از تأثیرهای مفکوروی و روانی نیز امین نیست. نپذیرفتن فرهنگ ملی و به احترامی به ارزش‌های نیاکان از خرافات و تعصب نیز منشأ می‌گیرد. در انتخاب یا در وارد شوی فرهنگ بیگانه بیشتر همون غنای معنوی شخصیت مهم است. اگر جوانهای ما یا همزمانان ما هرچی بیشتر غنای معنوی ملی زیاد داشته باشند، آنها هرگز قبول نمیکنند فرهنگ بیگانه را. مثلا من اصلا هالوئین و مثلا روزی ولنتین و مثل این چیزهایی که ماهیتاً آنها تماما چیز دیگر هستند قبول ندارم، چون که من میدانم که ما از این بیشتر و بهتر ایدهایی داریم که آنها امروز خوشبختانه در جامعه ما احیا گردیده شدند. حفظ فرهنگ ملی پیش از همه از همون سواد معنوی شخص وابسته است. اگر مردم چقدر از گذشته خود، از ارزش‌های ملی و ایدئولوژی اجداد خود بخبر باشند، همون قدر به آنها هجوم کردن آسان‌تر است. در عرفیت هم میگویند که هر چقدر مردم بی‌سواد باشد به آنها ظلم کردن، به آنها فشار آوردن، به آنها هجوم کردن آسان‌تر است. و فکر میکنم که در این مورد هم همون فرموله کارگر می شود. یعنی هر چقدر مردم سواد معنوی کمتر داشته باشند، هرچی غرور ملی کمتر، هرچی کمتر از گذشته خود آگاه باشند، همون قدر فرهنگ بیگانه به زندگی جامعه ما وارد می شود. کارشناسان راه یگانه مبارزه و پیشگیری از واردشوی فرهنگی بیگانه و بیگانه پرستی را در بلند برداشتن خودشناسی و خودآگاهی ملی می‌بینند. آنها تاکید می‌کنند که ارزش‌های فرهنگی نیاکانمان باید به جوانان و نورسان عمیق معرفی و آموزانیده شود، زیرا یک علت بیگانه پرستی این آگاه نبودن و یا نشناختن فرهنگی ملی خود است. بسیار چیزهایی داریم که فخر جهان هستیم. مثلا بسیار اثرها هست، بسیار اثرها در همه علمها داریم و حتی مثلا در همان یک چیز عادی ما یک علم داشتیم، علم نامی همان علم عقد میگفتند، یعنی همین بغم‌های انگشت، عقد، عقدها. در اساس همین علم عقد، علمی خیلی شوق‌آور بود، یک جزئی مثلا ریاضیات بود، طرز حساب با انگشتان میشد. همین علم عقدی ما امروز گرفتند، کره ها گرفتند، منطقه متماتیکا. امروز ما با شوق همون رفته کودکان میدهیم، لیکن آخه وای ریشش در خود ما است. برای چه از آن خود ما ناموزیم، برای چه از آن خود ما پهن نکنیم، لیکن چیزی تیاری که کارکرد شده است و به زمان معاصر شده است،
گویا که همین رو میگیریم. نه بسیار کارها هست که باید ما کنیم، از قری اسرار آن چیزایی گیریم یابیم و باز پیشکشی مردم کنیم که این زحمت زیاده طلب میکند، گروه زیادی مثلا متخصصان کار کردنشان در کار است و فقط به امیدی مثلا عالمان شدن در کار نیست. اینجا به روزنامه‌نگاران باید فعال باشند، جامعه مثلا شهروندی باید فعال باشد. در شرایط پرتضاد جهان احترام و حفظ ارزش‌های ملی و فرهنگی اهمیت بیشتر باید پیدا کند. تاکید میکنند جامعه شناسان و علاوه مینمایند مبارزه و پیشگیری بیگانه پرستی تنها در دست جمعی امکان پذیر است. در این کار خصوصا اهل زیا باید بیشتر اقدام ورزند. سیاستمداران و فرهنگیان و زیاییان ما را ضرور است که در سمت فهمانیده دهی ماهیت روندهای معاصر، مبارزه با خرافات و ارتجاع پرستی و تقلید بر رسم و آیین‌های بیگانه میان جامعه کارهای ترغیباتی را تقویت بخشیده، رسالت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی خود را در نزد خلق و وطن صادقانه اجرا نمایند.